خیبر کاروان، قهرمان میدان و دلها. تیم خیبر کاروان با اتحاد و غیرت مثال زدنی توانست جام قهرمانی را از آن خود کند. این پیروزی نه تنها یک موفقیت ورزشی بلکه نماد از همدلی و تلاش جوانان این دیار است. در هوای پرشور و پرهیاهوی میدان صدای تشویق هواداران از هر سو بلند بود. خیبر کاروان با لباسهای سبز امید به میدان آمد تا رویای دیرینه را به واقعیت بدل سازد. بازی با ضرب آهنگ تند آغاز شد و هر لحظه نفسها در سینه‌ها حبس می‌شد. صحنه‌های گلزنی، دفاع‌های استوار و شادی بازیکنان بارها تماشاگران را به وجد آورد. عبدالله بارکزی دیوار مستحکم دفاعی بارها حملات حریف را متوقف کرد. ذبیح الله مرادی مدافع جنگنده با غیرت و شجاعت خط دفاعی را استوار نگه داشت. قاری محمد امین منیب با تلاش بیوقفه روحیه تیم را زنده نگه داشت. عبدالظاهر قادری ستاره درخشان میدان امید را در لحظات حساس آفرید. نعمت الله مشهدی و توریاله بارکزی با دوندگی و بازی‌های زیبا قدرت تیم را دوچندان ساختند. حبیب الله خیبر مدیر و مربی دلسوز تیم با مدیریت هوشمندانه و حمایت‌های بی‌دریغ ستون اصلی این موفقیت بود. او در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این قهرمانی نتیجه از زحمات بازیکنان و اتحاد هواداران است. راه دشوار بود اما این روز همه سختی ها به شیرینی بدل شد. و همچنان وی اضافه نموده چنین گفت: بنده حبیب الله خیبر هستم، مربی تیم خیبر کاروان و در آغاز با شکست های روبرو شد، اما آمان شکست ها برای ما درس و انگیزه ای بود برای رسیدن به موفقیت شد. با تلاش فراوان، هماهنگی و همدلی میانی بازیکنان سرانجام توانستیم مقام قهرمانی را از آن خود کنیم. هدفم ایجاد فرصت‌ها برای جوانان، فراهم کردن امکانات بهتر و رساندن تیم به سطح قهرمانی بزرگتر است. کمبود منابع مالی و نبود حمایت کافی از سوی تجارها و انسان‌های خیرخواه، اما به همت بازیکنان و هواداران خود توانستم برای این مشکلات غلبه کنم. چون باور دارم ورزش بهترین را برای اتحاد جوانان و رشد اجتماعی است. سرمایه گذاری در این تیم سرمایه گذاری بر آینده نسل ما است. قصد دارم امکانات تمرینی بیشتر را فراهم کنم که بتوانم به لیگ های بزرگتر اشتراک دهیم و استعدادهای جدید را کشف کنیم. و دیگه گپ آخر ما این است که ما از تمام جوانان ورزیده علاقمند به ورزش که داره که ما را حمایت کنند، تیم ما را حمایت کنند و تمام هواداران خود خواهشمندم که بعدم بیاید نزدیک تیم ما را تشویق کنند که ما انگیزه بیشتر بگیریم و بتوانیم که بخیر رو به یک قدم پیشتر بریم. و دیگه گپ خاصی ندارم. تشکر از شما. در بیرون میدان در بازار هواداران پرشور خیبر کاروان با چهره‌های خندان و قلب‌های سرشار از افتخار سخن گفتند. عرض ادب، عنایت خانی هستم، یکی از هواداران تیم خیبر کاروان. چون این تیم با غیرت و اتحاد و تلاش توانست قهرمانی را به دست آورد و نام منطقه ما را در میدان ورزش بلند آورده است. بسیار خوشحال شدیم که تیم خیبر کاروان با زحمت‌ها و تلاش‌های زیادی توانستند پیروزی را از خود کنند. از مربی او بسیار سپاسگزاری میکنم. بسیار خوشحالم. امید است که در بازی‌های بعدی هم بتواند که همچنان پیروز باشد. همیشه آرزوی موفقیت دارم برایشان. تبریک به تمام هواداران تیم خیبر کاروان. این جام پاداش غیرت، اتحاد و تلاش شماست. قهرمانی مبارک باد.